خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. امروز دوشنبه است. من کلاسم توی آموزشگاه روزای فرده، ولی از اونجایی که اون یه هفته‌ای که رفتم شهر دانشگاه کلاسم کنسل شده، امروز باید کلاس جبرانی بذارم و ساعت 4:30 کلاسم شروع میشه. قبلش میخوام درس بخونم، خیلی درس دارم. الان یه سکشن از پایان نامه مونده، 2 سکشنشو نوشتم، یه سکشن از پایان نامه مونده، اون رو بعد انجام بدم که البته فعلا اولویتم نیستش، اما خب بالاخره توی لیستمه. دارم لسن پلن می‌نویسم واسه دمو. چهارشنبه دمو دارم، دمو مجدد شدم و یه باگی که داره اینه که خب به من اون دفعه نگفتن که چه نقطه ضعفایی داشتم و از نظر خودم خیلی خوب بودم، به جز تایم منیجمنت هم اشکال دیگه نداشتم و خب نگفتن بهم که نقطه ضعفم چی بوده. به خاطر همین الان دقیقا نمیدونم که باید چی کار بکنم و کجاهای پلن قبلی که این بودش اشکال داره. حالا دیروز نشستم یه ذره مرور کردم، چون که این دوره رو من تقریبا 1 ماه 40 روز پیش شرکت کرده بودم و نکاتش یادم رفته بود. دیروز نشستم یه ذره دوره کردم، یه سری نکات نوشتم و فکرم مشغولش بوده. این 2-3 روز همش داشتم بهش فکر میکردم که چیکار بکنم. از چند تا از دوستانم کمک گرفتم. حالا فعلا به یه لسن پلن فیکس نرسیدم، با اینکه فقط امروز و فردا رو فرصت دارم و امروز که عصر آموزشگاه هم و فردا هم همینطور که سه‌شنبه بس عصر آموزشگاه هم دوباره و خیلی تایم ندارم از این نظر. واسه همین فعلا اولویتم اینه. پایان نامه‌م تقریبا میدونم که باید چی کار بکنم، یعنی قسمت نوشتنش مونده، قسمت مطالعاتی رو انجام دادم، اون پارتی که مربوط به نوشتنش مونده که من واقعا به اون قسمت نوشتنش خیلی علاقه دارم، ولی زمان میخواد دیگه. یه 2-3 روز بعد روی اون کار بکنم که احتمالاً پنجشنبه جمعه تمامش بکنم. یعنی ددلاینی که واسه خودم گذاشتم اینه که جمعه بفرستم برای استادم یا دیگه نهایتا شنبه صبح، یعنی جمعه قبل اینکه بخوابم در واقع آخر شب. اون از پایان نامه‌ام، این از لسن پلنم و همین دیگه. بریم ببینیم چی میشه. حالا فعلا متریالم هم 2 تاه که از قبل داشتم، ولی یعنی واسه دمو قبلیمه. حالا الان یه سری چیز پیدا کردم واسه قسمت استراکچر و برم کافینت اونا هم پرینت بگیرم. قبلش البته بعد لسن پلن هم فیکس کنم که مطمئن شم چیز دیگه نمیخوام یه بار برم و پرینت هم بگیرم. آره دیگه، بعد بشینم اینا رو قشنگ فیکس بکنم مرتب و دیگه تمرین بکنم. فردا رو فقط میذارم روز تمرین و همین دیگه. امروز با این باید دیل کنم. حالا نمیدونم که اینا رو بشینم و خونه انجام بدم یا اینکه باشم برم کتاب خونه. الان احتمالا نهار بخورم و وسایلامو جمع بکنم و برم کتاب خونه. واقعا خیلی خونم شلوغه، تمرکز ندارم اصلا. همین دیگه، ببینیم چی میشه. الان تقریبا 1 ساعت و نیم بعد از اون ویدیو قبلی که دیدیم. خیلی باد میاد و من دارم کتاب خونه. الان تصمیم گرفتم که برم کتاب خونه. دیدم واقعا خونه نمیتونم بخونم دیگه. وسایلام برداشتم و پک کردم همه چیمو، دارم میرم. تقریبا 2 ساعت و نیم 3 ساعت وقت مفید دارم، چون آموزشگاه به کتاب خونه نزدیکه. چون مردم عجیب نگاه میکنن، خیلی عجیب نگاه میکنن آدم. خوشگل ندیدن؟ احتمالا خوشگل ندیدن.
کتابخونه صدام گرفت انقدر حرف نزدم. الان از کتابخونه اومدم بیرون و من میرم سر کار. 2 کلاس دارم و اگه زنده بمونم ماشینم نزنم گوشیم هم ندازم. Color your basket. Color your basket. What is it? Color. Color it. Where? Where? یه بار دیگه بخون. What is it? Listen. We have 2 lines. Very good. Now, what is it? What is it? Goodbye, Another. Now we had Ricky Viper. Do you remember Ricky Viper? Yes. خاطرشو باز کنه. Give me your book. Oh, it is Teddy Tiger. We want Felix Bob. Let's read it again. Let's read it again. Listen to me, please. Coming. Sorry, I'm Late. late. Mm-hmm. May I come in? Yes, coming. Aw, there are clouds. When we see many clouds in the sky, we say, it's cloudy. Clouds, droplets fall down, and we snowy, Snowy. windy. Windy. سلام. من الان رسیدم خونم. ساعت 8. دیوونه شدم. روانی شدم یعنی. خیلی روز خسته کننده بود. فکر میکردم که بخوایم کاردستی درست کنیم و کارتون بذاریم باعث میشه که ذره نسبت به بقیه روزا کمتر خسته شدم، ولی 2 برابر بقیه روزا خسته شدم. من واقعا نو انرژی، لو باتری. و این وضعیت منه بعد از ساعت کلاس هنوز خوش کردم. الان میخوام فقط دیگه استراحت بکنم و چیل تایم تا وقت شام که خوردم یه بار دیگه بعد لسن پلنم رو ریویو بکنم. یعنی الان دقیقا اصلا یادم نمیاد که چی نوشتم، میخوام چی کار بکنم. واسه همین یه بار دیگه نیاز دارم که ریویوش بکنم که قشنگ بره تو مموری و دیگه فردا فقط تمرین، پس فردا هم که دماه. آره این از من. روزم مفیده بود، خوبه، راضیم از امروز. تقریبا به همه کارام رسیدم. به همه کارام رسیدم و الان دیگه میتونم قشنگ استراحت بکنم، خستگیم در بیاد. شبم که سریال میبینم، آناتومی آف اسکندل دارم میبینم. تقریبا جنای معماییه. خیلی تعریفش رو شنیده بودم، یادم نمیاد از کی. احتمالا توی اینستا مثلا معرفیش کردن بهم و من خیلی به این ژانر علاقه دارم، ولی خیلی فیلم قوی نیست. یعنی تا اینجا که نبود. البته فیلم نیست، مینی سریاله. حالا 6 اپیزوده و من 4 رو دیدم دیشب. 2 اپیزود هنوز مونده. مگه این 2 دیگه خیلی قوی باشن که بیام بگم واو چه سریالی بود، وگرنه خیلی معمولی بود. همین دیگه. شب سریال میبینم و فکر کنم که بلگم امشب دیگه تمام بکنم. نمیدونم که حالا فردا واسهتون ویدیو بگیرم یا نه.
I don't know. فعلا